درود شنوندگان عزیز، نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. امروز 29 سپتامبر 2020 سال و تحولات مهمترین امروزه را مستقیما منظورتان میگردانیم. خبرها را از دوشنبه شروع میکنیم. هیئت حکومت ازبکستان تحت سروری سروزیر عبدالله اوریپوف جهت اشتراک در هفتمین جلسه کمیسیون بین حکومتی همکاری تجارتی و اقتصادی به دوشنبه آمد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه سرور هیئت ازبکستان را معاون سروزیر تاجیکستان دولتشاه گل محمدزاده پیشواز گرفت. مسئله اساسی مذاکرات سران حکومت‌ها قاهر رسولزاده و عبدالله اوریپوف افتتاح مرزها و از سرگیری پروازها بین دو کشور خواهد بود. غیر از این قرار است که عبدالله اوریپوف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کند. اینچنین در دایره ملاقات جانب‌ها به نقشه گرفتند که مسائل مبرم توسعه همکاری‌ها را در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، نقلیات و کمیونیکاسیون، انرژتیک، کشاورزی و خواجگی آب و اینچنین در ساحه فرهنگی و گومانیتاری بررسی کنند. غیر از آن در دایره سفر فورم تجارتی صاحبکاران ازبک و تاجیک در جلسه شورای کاری برگزار می شود. ادامه خبرها. جمهوری تاجیکستان از زدوخورد نظامی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان عمیقاً اظهار نگرانی می‌نماید. در این باره در اظهارات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان گفته می شود. خبر می‌دهد آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خبر. از جانب‌ها با اصرار دعوت می‌کنیم که برای قطع عملیات حربی چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. بر آنیم که حل نزاع در کوهستان قره‌باغ تنها با راه سیاسی و دیپلماتی امکان پذیر است. تاکید شده است در اظهارات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. تاجیکستان اهمیت استثنایی حل مسالمت‌آمیز اختلاف موجوده را در چارچوب معیارهای پذیرفته بین‌المللی تاکید می‌نماید. گفته می‌شود در خبر. خاطر رسان می‌کنیم که وضع در قره‌باغ کوهی در آخر هفته گذشته شدیدتر شد. باکو و یروان یکدیگر را با آغاز عملیات جنگی متهم می‌کنند. در ارمنستان حالت حربی و سفربرکنی عمومی جاری کرده شده است. در آذربایجان باشد ساعت کماندنتی و سفربرکنی قسم نظامیان به منطقه نظام اعلام شده است. مناقشه در قره‌باغ کوهی سال 1988 وقتی آغاز یافت که ولایت مختار خروج خود را از هیئت آذربایجان شوروی اعلام کرد. پس از یک مقاومت مسلحانه در سالهای 1992-1994 باکو نظارت قره‌باغ و اینچنین 7 منطقه همسایه را از دست داد. از سال 92 این جانب مذاکرات دوید به حل مسئولیت‌آمیز مناقشه در دایره گروهی مینسک سازمان عهدنامه امنیت و همکاری در اروپا با رهبری سه همرئیس روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه ادامه دارد. اما جانب‌ها تا کنون به نتیجه نظررسی نائل نگردیدند. ادامه برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و به مسکو برمیگردیم. طبق قرار رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین مکتب‌های مسکو از 5 اکتبر برای تعطیل 2 هفته‌ای بسته می‌شوند. این به افزایش شدید سرایت‌های کووید 19 وابسته است. تا صبح روز دوشنبه این هفته باز 2217 حالت نوی سرایت‌یابی به کرونا ویروس معین کرده شد که این بلندترین نشانداد از 2 ایون همین سال در حدود مسکو گفته می شود. رخصتی برای خوانندگان با فرمان دیگر سرگئی سابیانین مقرر کرده شده است که طبق آن او با بیکار کردن چاره‌های محدود کننده در مسکو برای مبارزه با کرونا ویروس از 8 ایون آغاز شده شروع می کند. از 5 اکتبر سال 2020 تا 18 اکتبر سال 2020 برای طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی که تحصیلات ابتدایی، میانه عمومی، تحصیلات لاوگی، کسبی و مشق‌های ورزشی می‌گذرانند تعطیل فراگیر مقرر کرده شود. گفته می‌شود در متن فرمان سرگئی سابیانین. همین طریق کودکستان‌ها کار خود را ادامه می‌دهند و مکتب‌های ورزشی و محفل‌های گوناگون اینچنین مکتب‌های تحصیلات عمومی به تعطیل می‌روند. این در بند دیگر فرمان نشان داده شده است. از 5 اکتبر سال 2020 تا 18 اکتبر سال 2020 از جمله تشریف شهروندان به تشکیلات فراغتی کودکان که تابع مقامات اجرایی حاکمیت شهر مسکو میباشند بازداشته می شود.
خاطر رسان میکنیم که یک روز پیش مقامات گفتند که با وجود افزایش زیاد بیماری کووید 19 آنها هنوز انتخاب قرنطینه برای مکتب‌ها و دانشگاه‌های حدود روسیه را بررسی نمی‌کنند. تحولات تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید. در روسیه میمانیم و خبرهای امروزه را مستقیما ادامه میدهیم. در روسیه بنابر افزایش موسم گرفتاری به زکام 111 مکتب به قرنطینه بسته شده است. در این باره تاس با استناد به وزارت معارف خلق روسیه خبر میدهد. قید کرده می شود که این مقدار مؤسسه‌های تعلیمی 0.13% شماره عمومی مکتب حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه را تشکیل میدهند. وزارت معارف روسیه اینچنین اعلام کرده است که در بعضی مؤسسه‌های تعلیمی تنها بعضی صنف‌ها قرنطینه اعلام کرده شده‌اند. همچنان گفته می شود که 34 مکتب بعد از قرنطینه به کار مقرره برگشتند و طبیبان وضع را در چنین مؤسسه‌های تعلیمی که در دیگر حدود ولایت‌های روسیه جایگیر می‌باشند زیر نظارت دارند. تاکید کرده می شود که وضع تحت نظارت طبیبان است. قرب یورو در بیرژه مالی مسکو بار اول از ماه ینور سال 2016 از مرز 92 روبل گذشت. طبق معلومات مرکز سودای مالی مسکو تا به حالت بعد از ظهر 28 سپتامبر قرب یورو هنگام سودا در بیرژه مالی مسکو 1.2% افزوده به سطح 92 روبل برای یک یورو افزود. بار آخر یورو مرز 92 روبل را در ماه ینور سال 2016 گذشته بود. تا ساعت حالت در بالا ذکر شده نیز قرب دلار تا به 78 روبل برابر به یک دلار افزایش یافت. طبق اعلان قرب رسمی از جانب بانک ملی تاجیکستان برای روز سه‌شنبه مقرر شده دلار نسبت به پول ملی سومانی افزایش یافت. این در حالی است که روبل روسی نیز در برابر دلار رو به کاهش دارد. همین طریق روبل روسی در تاجیکستان از 134 تا 130 سومانی برای 1000 روبل مقرر گردیده است، یعنی در دوام یک روز 4 سومانی ارزش خود را از دست داده است. دلار ایالات متحده آمریکا باشد هر روز ارزش خود را افزایش می‌دهد. همین طور امروز بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان نرخ یک دلار از مرز 10 سومانی گذشت. یورو با قرب تغییر یابنده پیوسته پیروی می‌کند، دوره به دوره افزایش می‌یابد و در حال پست شوی نیست. یادآور می‌شویم که قبلا اقتصاددانها با اشاره به پیشگویی‌های رسمی نشان دهنده‌های اساسی ماکرواقتصادی از سال 2021 تا سال 2023 گزارش داده بودند که در این دوره کاهش سالانه قرب سومانی 3% در نظر است. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری نظر به وضع کرونا ویروس در جهان میکنیم. روز 28 سپتامبر شماره فوتیدگان کووید 19 در سراسر جهان از 1 میلیون نفر گذشت. پس از آنکه شماره هلاک شدگان از سرایت کرونا ویروس در هندوستان از 95 هزار نفر گذشت، این رقم در جهان به 1 میلیون نفر برابر رسید. معلومات مذکور از جانب دانشگاه جان هاپکینز پیشنهاد گردیده است. بنا به اطلاعات تا پایان روز 28 سپتامبر در جهان 33.127 میلیون نفر مبتلای سرایت کرونا ویروس و 1,555,000 نفر فوتیدگان از آن به قید گرفته شدند. در طول یک ماه اخیر سرایت‌یابی اهالی با کرونا ویروس در هندوستان نسبت به دیگر کشورها بیشتر افزایش یافت. اگر این تمایل ادامه یابد، ماه آینده هندوستان می‌تواند ایالات متحده آمریکا را که شماره سرایت یافتگانش و فوت‌هایش در جهان از همه زیادتر است پیش گذارد. در ایالات متحده آمریکا تقریباً 205,000 فوت ثبت کرده شده است که تقریباً 5.1 تمام فوت‌ها از کرونا ویروس در جهان را تشکیل می‌دهد. خروج کرونا ویروس و اولین فوت انسان‌ها از این سرایت
در ماه دکتبر در چین در آخر سال 2019 به قید گرفته شده بود و از آن وقت این جانب ویروس در سراسر جهان پهن گردیده است. شنوندگان عزیز، شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای نو بمانید.